بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کتاب شرح درس های مهم برای عموم امت. درس دوم اساس های اسلام. بیان اساس های پنجگانه اسلام و اول بزرگترین آن گواهی دادن به اینکه نیست معبود برحق بجز الله و اینکه محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است و شرح معنای آن با بیان شرط های لا اله الا الله و معنای آن لا اله همه آن چیزی که بجز الله پرستیده می شود نفی می کند. الا الله عبادت را برای الله یگانه که او را شریک نیست اثبات می کند. و اما شرط های لا اله الا الله پس شرط های زیرین است. یکم علمی که جهل را نفی می کند، دوم یقینی که شک را نفی می کند، سوم اخلاصی که شرک را نفی می کند، چهارم صدقی که دروغ را نفی می کند، پنجم محبتی که بدبینی را نفی می کند، ششم فرمانبرداری که سرکشی را نفی می کند، هفتم قبولی که رد کردن را نفی می کند، هشتم و کافر شدن به آن چیزی که بجز الله پرستیده می شود. با بیان نمودن شهادت این که محمد رسول الله و بیان تقاضای آن، تصدیق او در آن چیزی که خبر داد و طاعت او در آن چیزی که دستور داده و از آن چیزی که منع و سرزنش کرده است پرهیز کردن و اینکه الله تعالی پرستیده نشود مگر با آن چیزی که در شرع گذاشته است. سپس برای طالب بقیه اساسهای پنجگانه اسلام را بیان میکند و آن نماز، زکات، روزه رمضان و حج خانه الله برای کسی که توانایی به آنجا رفتن را دارد. ارکان لا اله الا الله: نفی کردن لا اله، نفی کردن همه چیزهایی که به جز الله پرستیده می شود، به طاغوت کافر شدن. ارکان لا اله الا الله: یکم نفی کردن، دوم اثبات کردن. نفی کردن لا اله الا الله، نفی کردن همه چیزهایی که به جز الله پرستیده می شود، به طاغوت کافر شدن. دوم اثبات کردن لا اله، اثبات کردن عبادت برای الله یگانه، به الله ایمان آوردن است. کلمه اخلاص دو اساس دارد، آنها نفی و اثبات کردن است، پس آن دو را حفظ نما. شرح شرط های لا اله الا الله: شرط های لا اله الا الله به مانند دندانه های کلید می باشد، پس کلمه لا اله الا الله کلید جنت است و کلید نمی کشاید مگر با دندان. و بنابراین هر آن چیزی که در قرآن و سنت آمده است که کسی لا اله الا الله گوید پس او را این چنین است. پس برای حاصل کردن اجر و ثواب تحقیق این شرط ها ضروری و آن 8 شرط است. یکم دانستن معنای آن و ضد علم ندانستن معنای آن است، پس کسی معنای آن را نداند با آن فایده نمی گیرد و برای این کسی که می خواهد در دین اسلام داخل شود لازم است که معنای آن را بداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی بمیرد در حالی که می داند که معبودی بر حق جز الله نیست داخل جنت می شود. این حدیث را امام مسلم روایت کردند. شرط دوم یقین، یعنی 100% یقین داشته باشد. پس اگر 1% هم در کفر به طاغوت شک آرد یا بایستد یا دودیله شود یکتا پرست نیست. و اگر در کفر یهود و نصارا که دعوت محمد صلی الله علیه و سلم به آنان رسیده است شک کند پس او یکتا پرست نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله و اینکه من رسول الله هستم. بنده با این دو الله را وا نمی خورد در حالی که با این دو شک ندارد مگر که داخل جنت می شود. حدیث با روایت امام مسلم. شرط سوم اخلاص، پس کسی در آن خودنمایی کند یا مرتکب شرک اکبر شود مثل کسی که غیر الله را می پرستد پس او را فایده نمی دهد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند با سعادت ترین مردم به شفاعت من کسی است که لا اله الا الله را خالص از قلبش یا نفسش بگوید، لا اله الا الله را خالص از قلبش یا از نفسش بگوید می باشد. حدیث با روایت امام بخاری.
شرط چهارم راستگویی. پس کسی آن را از روی دروغ گوید مانند منافق، پس او را گفتن آن فایدهش نمیدهد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند کسی نیست که شهادت میدهد که معبودی بر حق جز الله نیست و اینکه محمد بنده و رسول اوست از صدق دل، مگر اینکه الله او را بر آتش دوزخ حرام میگرداند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. شرط پنجم محبت. پس الله را دوست می‌دارد و یگان کس را با او دوست نمی‌دارد و همه کسانی را الله به محبت آنان هم کرده است دوست می‌دارد و ضد آن بدبینی است و برای این از فاسد کننده های اسلام است. کسی بد بیند آن چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است و آن چی با آن عمل هم کند کافر می‌شود. الله تعالی می‌فرماید و از مردم کسانی هستند غیر از الله همتایانی را انتخاب میکنند و آنها را مانند دوست داشتن الله دوست می‌دارند. شرط ششم فرمانبرداری، یعنی به آن عمل کردن ضروری است. پس کسی با آن عمل نکند پس او را فایده نمیدهد. الله تعالی می‌فرماید نسوگند به پروردگارت که آنان ایمان نمی‌آورند مگر اینکه در اختلاف‌های خود تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. شرط هفتم قبول کردن. پس قول یا عمل یا با آن اعتقاد کردن را رد نمی کند. الله تعالی می فرماید آنها در دنیا چنان بودند که چون به آنها گفته می شود معبودی بر حق جز الله نیست، سرکشی و تکبری می کردند و می گفتند آیا ما معبودانمان را به خاطر سخن شاعر دیوانه رها کنیم؟ شرط هشتم کفر ورزیدن، یعنی هر چیزی که به جز الله پرستیده می شود پس پرستش آن باطل است و شایسته نیست که چیزی به جز الله پرستیده شود. در کلمه اخلاص بدن قول، عمل و اعتقاد ضروری است.